سلام دوستان، خوش آمدید به کانال سمی صوفی. به یک ویدیو فوق‌العاده جدید. تا حالا فکر کردید چرا بیشتر مردم زود تسلیم میشه؟ بسیاری از آدم ها وقتی یک هدف انتخاب میکنند در روزهای اول بسیار هیجان دارند، اما وقتی با اولین مشکل روبرو میشوند انگیزشان را از دست میدهند و دست از تلاش برمی‌دارند و افسرده میشوند، ناامید میشوند. حقیقت این است که موفقیت نصیب کسایی میشود که حتی در روزهای سخت هم ادامه میدهند. هیچ فرد بدون شکست، اشتباه و ناامیدی به هدفشان نرسیده. زیاد کوشش سختی کردیم بعد از به یک جای رسیدیم. بیشتر مردم تسلیم میشوند چون نتیجه را خیلی زود میخواهند. وقتی نتیجه فوری نمیبینند فکر میکنند که تلاشم بیفایده است، زحمت کشیدن بیفایده است. اما نه، باید تلاش قوت داشته باشید و تا تمام کوشش کنید، تلاش کنید تا یک نتیجه خوب میسر شود. اما موفقیت مانند کاشتن یک دانه است. اول باید صبر کنی، مراقبت کنی و زمان دیگه تا رشد کند. مثلا دیگران اول گندم میکاره، قلبه میکنه او میده تا وقتی که حاصل بردارد، چقدر زمان دیگه است. باید کسایی که صبر نداره صبر کنه، تسلیم نشه. اگر امروز احساس خستگی میکنی، اگر فکر میکنی راحت ثبت شده، فقط یک قدم دیگر بردار، از نو شروع کن. شاید موفقیت خیلی نزدیکتر از چیزی باشد که تصور میکنی. یادت باشه افراد موفق باهوشتر از دیگران نیستند، اما آنها فقط دیرتر تسلیم میشوند. انگیزشان را زود از دست نمیدهند و صبر میکنند، زود تسلیم نمیشوند. اگر این ویدیو را دوست دارید کانال را سابسکرایب کنید و نظر خود را در کامنت ها برام بنویسید. ممنون که همراه من بودید. تا ویدیوی بعدی خوش خندان باشید.